به نام یاد خدا یک شعر بخوانم از صادق سرمد به نام همسفر. هر جا که سفر کردم تو همسفرم بودی و از هر طرفی رفتم تو راهبرم بودی. با هر که سخن گفتم پاسخ ز تو بشنیدم، بر هر که نظر کردم تو در نظرم بودی. هر شب که قمر تابید هر صبح که سر زد شمس، در گردش روز و شب شمس و قمرم بودی. در صبح دم عشرت همدوش تو می رفتم، در شامگه غربت بالین سرم بودی. در خنده من چون ناز در کنج لبم خفتی، در گریه من چون اشک در چشم ترم بودی. چون طرح غزل کردم بیت الغزلم گشتی، چون عرض هنر کردم زیب هنرم بودی. آواز چو می خواندم سوزی تو بسازم بود، پرواز چو می کردم تو بال و پرم بودی. هرگز دل من جستو یاری دیگر نگزید، ورخواست که بگزیند یاری دیگرم بودی. سرمد که نام خود مشاعره، سرمد به دیار خود از ره نرسیده گفت، هر جا که سفر کردم تو هم سفرم بودی. ماشاءالله ماشاءالله. به به. سلام و عرض ادب خدمت تمام بیننده های عزیز. خدا کنه که جانشم جور باشه، وقتشم خوش باشه. دیگه خوشم دید تا اولین برنامه ازمو دیگه بخیرشم ملوم دا ازنیخ آقای سلحشور و آبی خود دیگه که چیز گفتنی دارد که باز تا آخر ویدیو قنجقه ازمو باشید، با لایک سبسکرایب خو از مو حمایت که تشکر از بخیر. انشاءالله سلامت باشین. مایک بدید. دوستا بیننده سلام، بلده کلگیشون وقتشون بخیر، در کجا هستین؟ دا شمور نگاه نه وقتشون خوش باشه، در کجا کی هستین دیگه جور باشین، قنجقه ازمو باشین دیگه. کبرا گولم دیگه قنجقه ازمو یا نال دلچسته که یک چینل جور کنه دیگه، امور کمک کن در نیاز در شمو داره که امور حمایت کن. سبسکرایب ممکن خیلی تو دیگه. خدا شمور نگاه نه. خداحافظ. سلامت باشین. تشکر. مگم مرا یک دم ز خوبان دل جدا نیست، مرا یک دم ز خوبان دل جدا نیست، ولی افسوس که در خوبان وفا نیست، ولی افسوس که در خوبان وفا نیست. ز خوبان دل بریدن هست مشکل، ز خوبان دل بریدن هست مشکل. اگر هم هست اما کار ما نیست، اگر هم هست اما کار ما نیست. سه چار روزه که بوی گل نیامد، صدای خواندنی بلبل نیامد، صدای خواندنی بلبل نیامد. برین از باغ و بانی گل بپرسین، چرا بلبل به سیلی گل نیامد، چرا بلبل به سیلی گل نیامد. درخت گل به دریا سایه کرده، وی دوتا بلبل میانش خانه کرده، دوتا بلبل میانش خانه کرده. یک سنگی زدم در پای بلبل، که بلبل ناله 100 ساله کرده، که بلبل ناله 100 ساله کرده. وی شعر دیگه بخونم شروع کنم دیگه. چطور برنامه را؟ آره. عاشق بر چیره پر کاشی کنم، ما دیده گلی را نقاشی کنم، ما دیده گلی را نقاشی کنم. ما آنیلی بارم گلی بادام بیارم، آده سری رایشی گل پاشی کنم، ما آده سری رایشی گل پاشی کنم. ما بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، هموطنای نازنین، بیننده های خوبی کانال
حالا هنوز اسمش هم انتخاب نکردیم. سلام و عرض احترام، سلام به گرمی آفتاب، سلام به پاکی باران، خدمت همه شما بیننده های عزیز. امیدوارم که هر جای دنیا سه جانشم جور، اوقاتشم خوش، ایام بکامشم و زندگیشم سراسر از عشق و محبت الهی باشد. خیلی خوشحالم که در خدمت شما دوستای عزیز هستیم. دوستای عزیز، همونطور که شما در کامنت ها، در پیام ها که بخشی از ما گفته، بخشی از ما شخصی گفته بودین که چرا کبرا گل یک کانال یوتیوب جور نمونه، یعنی واقعا حرفی بسیار بجا و شایسته گفته بود. من میدونم به خاطری که اولا که یک مصروفیت بلدش پیدا میشه و دومی که اما از حال خوب به اصطلاح گزارش میده برای خانواده خوب. بسیار خوبه، بسیار خوبه، بخصوص عالم در حالت که انتظاری به سر مبره. انشالله که هر چیز زودتر از خدا میخوایم که مشکلات خلاص نه و هر چیز زودتر به مقصد خود انشالله را برسه و از اونجا هم بهترین ویدیوها بلدشون پخش کنه. اما که شما گفته بودین دوستا دیگه، امروز با صحبت هایی که دیروز کردیم و بعد شب با خانواده شوهر که صحبت کرد، خب بین میگه سلام، میگه بلانیه نه سلا کرد. قد از اونا اتفاقا خانواده بسیار فرهنگی، خانواده بسیار امی به اصطلاح ویدیوهای از مور سیل کردن که با خانواده مادر مهربان آشنا شدن دیگه از طریق همی کانال یوتیوب دیگه. اونا بسیار استقبال کرد و امروز ما یک کانال یوتیوب تشکیل دادیم. هنوزم نامش را به اصطلاح انتخاب نکردیم، ولی ما مطمئنیم که این مال که بیش یک لحظه نقل کنی نامش هم پیدا دیگه نه. نامش بالاخره نامش حق و اولویت کس از کبرا خانم که خودش به اصطلاح چی رقم نام میخواد انتخاب کنه. انشالله را درخواست از ما از شما بنده های عزیز اینمیه که امی ویدیو رو که امیال سیل منید، هر کدام شما که سیل منید، اولا که یک چند دقیقه ویدیو رو سیل کید، بعد لایک کید، کامنت کید، مشترک شید و حتما نظرات هم بخش کبرا خانم بنویسید که انشالله را که اینام مادر مهربان از بعد هر جایی رفت، هر مسافرت رفت، هر جایی به اصطلاح میتونه یک ویدیو پخش کنه بلدشون و شما بتونید به اصطلاح از حال احساسی مادر مهربانم آگاه شید. چون اکثرت از ما تشکری کرد که خوب شد رفتی پالوی مادر مهربان، چند درم شد موش نگدادیم دیگه. انشالله را که شما حمایت کید و اینالی برسیم در مقصد دمی اسم کانال. و در کل بخششون بگیم که امی درست کردن کانال بسیار کار خوبه. ما این پیشنهاد برای همه دوستا دیدیم، حداقل یک مصروفیت هست. حالا در کنار از اگر یک روزی بخوای مثلا برنامه‌های وسیع‌تر قشنگ‌تر پخش کنه، یک لقمه نان از بخوره، ولی امی یک مصروفیت از خودش بسیار ارزش داره. امی یک ماندگاری خیلی ارزش داره. شاید این ویدیو رو ما امروز ثبت کنیم ولی بعد 10 سال می‌بینیم، شاید در 10 سال خیلی اتفاقات بفته، ولی این روز رو مو 100% دیگه افسوس می‌خوریم چی روز قشنگ بوده، چی روزهای زیبا بوده. ما باور کو ویدیوها پیشتر خدمت مادر مهربان صحبت کردم که ما مثلا 5 سال پیش یا 6 سال پیش یک ویدیو ما گرفتم از یک جای، میرزا حسین خیلی ریزه بود، مثلا همه روی خو میگرفتن، حتی مردا صحبت نمیکردن، یک واکنش بسیار بد داشتن. ولی امروز الحمدلله همه امروز ستاره شدن، امروز الحمدلله همه به اصطلاح فعالیت نه بخشی هموطنایی که دور از وطن لحظه به لحظه گزارش بلدش میرسن که این امروز این سال وقت این زمانه، این امروز این اتفاق افتاد، این رقم، حتی تا بارش در زمین نمیرسه دوستا در یوتیوب بالنن که این الحمدلله فلان بارش کرده. خب اینا واقعتش ما جز میگیم پیشرفتی ها دیگه نیه، این واقعا پیشرفتی هایی که امیار مردم به اصطلاح کانال یوتیوب جور نه و امی تصویر برداری نه، چون یک تاریخ ماندگار مونده. ما همیشه این در ذهن هسته بیخ گودن بابایی که میشیم نقل نه، مثلا میگه که اره 20 سال پیش اینی رقم بود یا 30 سال پیش مردم اینی غذاها رو مخورد، اینی لباس ها رو مپوشید، اینی فرهنگ و عنعنات، فقط در حد یک حرفه. او بنده خدا مثلا هر کس به نوبت خمتر از دنیا موره و مو حرفش هم از بین موره خلاص میشه، ولی مو هیچ خبر نداریم. مثلا زمان سابق بوده مثلا کیلو بوده، مردم کیلو پای مگداده یا هرچی، و کاش امو لحظه ها مثلا یک ویدیوی با کیفیت مو بود امروز مسائل میکردیم که چرخم عالم که می دوستا کانال یوتیوب جور منن به هدف از که انشالله را بیتنه به اصطلاح خدمتی در قسمت می فرهنگ و عنعنات از ما و شما کنه. بالاخره هر کس یک سهم کو میگیره دیگه. تشکر نیم از همه بیننده های عزیز، از قوما دوستا تشکرینم که همیشه شما کانال یوتیوب ها را حمایت کردین، وقت گذاشتین، ویدیو رو سیل کردین. جهان سپاس. اینالی یک نام انتخاب کرد که بخیر نام از را
دیگه نام انتخاب کردم. خب انتخاب کده نام خدا ها یار کردم. آفرین. اینا دوستا باشد که رونمایی از نام شی حالی میشنوین. دیگه نظر از تو چیه در مورد از کانال تو؟ ما خوشیم. ما اون زم گفتم ما که مرکز کمی تلفن را جور کده، کس کمی یوتیوب را جور کده دیگه. خدا تو رم خیر بیدیا. سلامت باشین. این نادم یک دیگر خوش نه؟ آره. به خدا گاز ها دیگر داخل میماد دزوخت یک ده قرص بر میماد. ای خیر نکتا هر روز میام. مانگت می چیز دکترینید. تا کارشون بود میخرین که نبود. بیچاره به تو را بیشاره ای کدموره. یالیم دوستا بینین دا دیگه خداش مور نگاه نه جور باشین دیگه. این خوبه پاکسته آدم. ما هر روز از او تن توغنم دیل مخوش خوب پاکسته خداش مورم نگاه نه که میرقم بینگرنین قنجقه کبرا گلی هم کمک چین. خدا جانجوری وقت خوشی بیدیم. سلامت باشه. خب نامشی چیز خیلی؟ نامشی کبرا و میسم. کبرا و میسم. میسم کست آقا میسم کسته شوهرشه باجیز ممشه دیگه. امو عکس پروفایلش هم نشون بده که چی رقمه که دوستا سایل کنن. آره کم پیش دوربی بور. آی نام خدا ها تا اینه نرویش کم کنی؟ کم سرش بود. آفرین اینه این کبرا و میسم. دوستای عزیز اینمی دیگه بخیر اینمی ویدیو رو هم پخش نه پشت سرش هم آقیل مادر قوله ده نظرم نه؟ کورسنم پسم بلدیل شیریه. آره بلدیل شیریه. امو پروفایلش کسته عکس مادر قول زیباه دیگه. دوستا انشالله ما را شیرم منم شما بخیر ایر حمایت کید دیگه. امروز همین قدر به نظر ویدیو بس قدر طولانی نشنه. نزدیکای 12 دقیقه شده دیگه. گفتنی اخیر خود کبرا گل میشنویم که انگیزش چی شد، کانال یوتیوب و چی هدف داره و چی برنامه ها میخواد پخش کنم بخشی بیننده میگه. خود که ما هدف منزی بود که خود یک سرگرمی باشه بلده ما. نره مصروف باشم دیگه. باز او دورم مثلا نابیم از یا دیگه خوارن ما برارن ما دیگه خلاصه باز بیدنم بینگرنه دیگه ما را دیگه باز فرق نداره. گاهی از یک چیز آدم ویدیو میله یک دور همی یک جای مورا دیگه خیلی خوب یک یاد دیگه باز یک یادگاری هم ممنه. 100% خاطرات ممنه. یک خاطرات این طرف که موره یک ویدیو میگیره همه خاطرات هم ممنه. خودش هم خود آدم هم مصروفه. دیگه گفتم تا مدت که ایران هستم و اینجا قنجقه آردیم قدا بیم و دیگه ویدیو بیلی خلاصه بینیندام خبرش ندیگه که نمود خلاصه مصروف چی کار هستی دیگه. مثلا آبیم روش کنن دیگه باز تشکر دیگه. باز گفتادن که آتیل رزارم کتاک بلده کبرا گل چینل جرد دیگه. ما هم دیگه از کلگیشم تقاضات رو دیگه حمایت کید دیگه همیشه مور حمایت کدید. بازم حمایت کرد دیگه. تشکر از بیخین شما. سلامت باشین دیگه تا ویدیوی بعد. خدا حافظ. خدا نگهدار.